اولوتان رینا دیلا. بسم الله الرحمن الرحیم. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 137 مهندسی جهل رو با آشنایی با یک کتاب ترکی قدیمی چند صد ساله خطی دستنویس تخصصی علمی آغاز میکنم. امیدوارم که بتونیم با تمدن مکتوب و فکری ترک ها از آثار خودشون بیشتر آشنا بشیم و بتونیم لذت ببریم و برگردیم به گذشته ها، نه اینکه برگردیم بلکه از گذشته هایی که پدران ما افکار و اختراعات و اکتشافاتی که داشتند درس بگیریم و اونها رو پله های ترقی برای آینده قرار بدیم. متاسفانه در روزهای اخیر بسیار شدید مریض بودم و نتونستم کتاب بخونم، یعنی اصلا توانایی همین الان که دارم صحبت میکنم داره اذیت میکشم، ولی خب گفتم ببینم که میشه. ولی امروز هوا سرده، بسیار سرد هست. یکی دو روز گذشته حداقل برای من احساس سرما میکنم، در نتیجه امروز لباس رسمی تری پوشیدم که گرما بده و گرمای من رو حفظ بکنه. در روزهای گذشته ما یکی دو هفته پیش تعدادی کتاب جدید دانلود کردیم و در روزهای گذشته هم به خواندن آنها پرداختیم. آخرین کتابی که اگر من یادم باشه خواندم نوحة الاشراق بلاد الفضلا بود. آخرین کتابی که خوندم بلاد الفضلا بود که کتاب جالبی بود و حالا خیلی هم کتاب ادبی بود. ترجمه از یک کتاب دیگر عربی بود که در مورد زبان عربی بود اگر سهو نکنم. حالا امروز یک کتاب جدید رو باز میکنیم، طب علمی. قبلا کتابایی که میخونیم طب بود، اسمش طب بود. حالا یه اسم جدید اومده گفته آقا طب علمی. ببینیم این طب علمی یعنی چی و درباره چی هستش. اول مثل همیشه به ظاهر کتاب نگاه بکنیم، ببینیم که این کتاب چه شکلی دیده میشه. از جلدش اینجا در اول همیشه از جلد عکس میدیدیم، اینجا نمیبینیم و جلد رو باز کرده، هم اون کاغذی که به جلد چسبونده شده و هم اون کاغذی که صفحه اول حساب میشه. اونها رو الان میبینیم که در اینجا هم یه چیزایی نوشته شده و هم یه محاسبات ریاضی انجام شده که من چیزی ازش سر در نمیارم. حالا اینجا هم در صفحه بعد هم تا ازلی رسم فلک، böyledir تا ازلی رسم فلک، her kişi ettiğini bulsa gerek, bulmak, tapmak, bulsa gerek. این یه شعره و اینجا فایده لوجه الفارس. حالا چی هست اینجا؟ داروهای رو گفته. اینجا هم دواء زرسک و الاوزان واحده وصیتون فی حکیم فی قطبیه. حالا اینم حکیم، حالا کدوم حکیم، در کتابی به نام قطبیه احتمالاً گفته. حالا سایر نزالات العین، اینم مربوط به حالا بیماری های چشمه که یه چیزهایی از چشم میاد، اونها رو میخواد درمان بکنه. اینجا گفته که تعداد ورقه های این کتاب 68 است، یعنی خارج از جلد و اون کاغذی که به جلد چسبیده 68 برگ داره. هر برگ 2 رو داره، یعنی 2 صفحه داره. در هر صفحه هم 19 سطر نوشته. طول کتاب 20 سانتی متر 9 میلی متر و عرضش هم 14 سانتی متر هستش ظاهرا. اینجا اتراک ذکراتی صفتلریره، اتراک ذکر
ati sıfatlarıyla müttesif oldukları ecelden zulme istihgakları olup zalimler üzerlerine müsellet oluyor. Cehl, بخل، تجسس، حسد. حالا اینجا یه چیزی هم گفته، اینجا برمیگردیم بخونیم این کتاب رو چه کسی، البته ظاهرا عبدالقادر معروف به امیر خواجه کمانکش الشوداری bu kitabı mülkümden ihraç edip İskender'de واقع والده عتیق جامع شریف شولشر تیله. حالا وقف اینم وقفیه همون انسانی هستش که الله رحمتش بکنه و براش در قیامت سخت نگیره، گناهاشو عفو بکنه انشاءالله. کتاب از اینجا شروع میشه. متن کتاب خطش بسیار زیباست، برای اینکه من میتونم این کتاب رو به احتمال 99% به راحتی بخونم. کتاب سطرها گرچه به هم نزدیک، کلمات به هم نزدیک، اما کلمات خیلی چجوری بگم روشن نوشته شده دیگه، خیلی خوشنویسی نشده که من نتونم بخونم. از ویرگول ها و نقطه ها برای جدا کردن جاهایی که باید توقف کرد، توقف کوتاه یا توقف بلند، اونها رو گذاشته. بعضی از اینجا مثلا فهرست ابواب و بعضی از کلمات رو که سطرها و پاراگراف ها رو از هم جدا میکنه، مثل میان تیتر، اینها رو هم با رنگ قرمز نوشته. کتاب گرچه کادر بندی نشده ولی اول و ابتدا و انتهای کل این سطرها خیلی دقیق گرفته شده و نوشته شده. ظاهرا هم در هر صفحه سمت راستی کلمه بعدی صفحه بعد رو نوشته که تا خواننده به راحتی بتونه بخونه. در اینجا میبینیم بر بالای بعضی از کلمات هم حالا ظاهرا داروها هستش، خط قرمز کشیده تا مشخص بکنه که اینها چیز هستن. مثلا علاج سر رو، یعنی اون نام بیماری رو به قرمز نوشته، یا اینجا نوشته خواص داروها رو به قرمز نوشته که مشخص بکنه که در مورد چی بیشتر صحبت خواهد کرد. ولی کلمات دیگر رو که حالا مربوط به دارو هستش به رنگ سیاه نوشته ولی بر روی اونها خط کشیده. حالا در اینجا با یه حاشیه هم روبرو هستیم، یکی هم اینجا رو از بین برده، این حاشیه روی بخشش رو پاک کرده. اینجا هم میبینیم که یه چیزی نوشته شده بوده، یعنی احتمالاً یه کاغذ اضافی به این چسبوندن تا اون بقیه اون حاشیه‌ای که اینجا نوشته میشد رو اینجا بنویسن و اینجا باز کردن و ازش عکس گرفتن، تا به علت اینکه این کتاب رو دست میگرفتن، دست عرق میکرده، بهش برمیخورده، اون قسمت نوشته متاسفانه ظاهرا از بین رفته. در اینجا میبینیم که برای اینکه متن رو، پاراگراف بالا رو از پاراگراف پایین جدا بکنه، کلمه باب رو به قدری، اون بی باب رو به قدری کش داده که کل سطر رو بگیره تا یک هم از نظر زیبایی و هم از نظر چیز فرق کنه. اینجا با یه بسم الله الرحمن الرحیم مواجهیم که احتمالاً اگه برگردیم اینجا بخونیم احتمالاً یه دعایی برای اون دارو هم می نویسه. دوباره همین شکل رو می بینیم. اینجا دوباره اینجا یه چیزی افتاده و این کتاب اینجا آسیب دیده. اینجا هم یه مقدار یک دو کلمه آسیب دیده. اینجا یک کلمه، اینجا سطر عوض میشه. اون خطی که تا اینجا این صفحه وجود داشت از وسطهای این صفحه بعد، یعنی احتمالاً صفحه 14 یا 16 که حالا اینجا 15 باشه، اینجا 30 میشه 31. این صفحه 31 از اواسط صفحه 31 خط که برای این نوشت کتاب استفاده میشد عوض میشه و اون چیزهایی که تا الان داشت مثل خط کشیدن بالای داروها با رنگ قرمز هم از بین میره، ولی کلمات مهم رو با قرمز می نویسه. اینجا با یک حاشیه نویسی بسیار بزرگتری با 2 قلم یا 3 قلم حتی مواجهیم که بسیار هم
احتمالاً در مورد داروها هست، اینجا هم همچنین. خب بریم صفحه یه مقدار با سرعت بریم و ببینیم که اینجا باز دوباره با مهر اون انسان شریفی که کتاب رو برای یک کتابخونه وقف کرده مواجه هستیم. اینجا دوباره مثل اون صفحه قبلی که حاشیه رو می نوشت و یک برگ اضافی چسبونده بود و اون رو تا کرده بود، از بین رفته بود، اینجا باز دوباره با همون سبک مواجهیم. اینجا هم همینطور اینها رو مواجه هستیم. اینم یه سبکی بوده ظاهراً، حتی احتمالاً نچسبونده بودن. از اینجا دیده میشه که بعضی از صفحه ها رو حتی چون حاشیه می نوشتن اینو اضافه گذاشته بوده تا می کردن عین صفحه اصلی می شده. دارچین و اینها هم که اینجا می بینیم. این احتمالاً دوستانی که بخوان کارهای داروشناسی یا داروهای چی میگن در ایران سنتی بکنن، این کتاب هایی که تا اینجا احتمالاً بیش از 10 تا معرفی کردیم بسیار فایده خواهد داشت. ما تقریبا رسیدیم به صفحه های آخر. اینجا دوباره میبینیم که این کسایی که این کتاب رو گرفتن واقعا خیلی بد نگه داشتن. نشون میده که خیلی خیلی انسانهای ما متاسفانه حتی باسوادهای ما با کتاب رابطه خوبی ندارن. اینجا ظاهرا کتاب تمام میشه. من حالا ببینم این چه صفحه، یه صفحه 66 امیدوارم که بشه این رو پیدا کرد، ولی دوباره ادامه پیدا میکنه داروها میبینم و تمام. اینجا دوباره یک تمام اینجا نوشته و احتمالاً اینجا هم باشه. اینجا هم تاریخ احتمالاً نوشته که امیدواریم برگردیم و این رو هم بخونیم. خب برگردیم دوباره کتاب رو از اول شروع بکنیم. اینجا رو که تقریبا دیگه متوجه شدیم قضیه چی هستش. دیگه نمیخونیم. در تمامی کتاب هایی که این مرحوم کمانکش اسکداری عبدالقادر حاجی عبدالقادر این کتاب ها رو وقف کرده، در همه اینها دیده میشه به یکسان هست. یه مقدار البته تغییراتی در بعضی از متنها دیده میشه، ولی خب بریم ببینیم که کتاب چی نوشته. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس و شکر بیگاز اول خالق جن و ناس یوجه تنریه اوسون تنگری. حالا دیگه ما این کاف رو در امروزه نمیخونیم. تنگریه اولسون کیم بو موجوداتی عدمدن وجوده گتردی و مدح بیغایت و صلوات بی نهایت محمد مصطفی حضرتنا اولسون کی چیم زلالت ظلماتın götürdü ve çün bildün kim hayrun nas ve çün bildün kim یعنی بیلدون چی یا بیلدیم، خود من فهمیدم یا همه فهمیدیم. بیلدون کیم یعنی تو فهمیدی که خیر الناس من ینفع الناس. البته اینجا بیشتر خودشه. بیلدون کیم یعنی خودم فهمیدم که خیر الناس من ینفع الناس. این یه حدیث خیلی در جوامع اسلامی غیر ایران معروفه و در ایران این رو اصلا به کار نمیبرن یا من نشنیدم در ایران. میگه که خیر الناس من ینفع الناس، بهترین انسان کسی که به انسانها منفعت برسونه، نه اینکه دزدی بکنه. خب در ایران برعکسه، مهر میزنن دزدی بکنن از دیگران. حتی شنیدم این من با یکی دو نفر از کسانی که دستشون در این چیه خیرانی که دارن تبلیغات میکنن رادیو تلویزیون اینها در کار اینها بودم، گفت اینا مشروط خیر میدن. میگه مثلا من یه مدرسه میسازم یا یه بیمارستان میسازم به شرطی که مثلا فلانجا اینقدر ساخت و ساز یا فلان مجوز رو به من بدید. به این شرایط دارن این کارو میکنن. یعنی قربتن الله نیستش اکثرا. و حتی شنیده شده که بعضا نیمه کاره میذارن، میگن که خب فلان اتفاق برای من نیفتاده، منم این رو ادامه نمیدم. این خیر الناس من ینفع الناس نیست. از طرف دیگه خیر الناس من ینفع الناس معمولا انسان هایی که این کار رو میکنن خودشون
شناخته نمیخوان بشن. درم کی؟ درکم درکم یعنی میگم. درکم دیلدم کم، دوباره دیلدم کم دلمک آرزو کردن. دیلدم کم طب علمinde bir muhtasar kitap تصنیف edem. صحتی حفظ eylemek tariqinde. Tariq de rah دیگه همین. Hifz eylemek tariqinde ve şul marazlar ki çok vakı olur onların mualicelerin zikr eyleyim. Geçen bir yerde حکیم حاذق bulunmasa فکر میکنم این کتاب رو قبلا معرفی کردیم چون تقریبا جمله ها برام خیلی آشناست. geçen bir yerde این geçen چی هست نمیدونم ولی به نظر میاد هر به معنی هر همه. geçen bir yerde حکیم حاذق bulunmasa bu مختصر ایله. احتمالاً این یک کتابیه، حالا نمیدونم، مثلا من اگر یادم باشه اولین کتابی که از ابو علی سینا به زبان ترکی خلاصه و ترجمه و خلاصه شده بود، یعنی خلاصه ای از ترجمه بود ولی خلاصه بود، فکر کنم اون رو به این سبک نوشته بودن و ازش من فکر کنم که چند تا کپی شده، یعنی چند تا نسخه برداری کردن. من اون نسخه ها رو بعضی هاشون رو اینجا خوندیم. این هم فکر میکنم یه نسخه دیگره با یه قلم دیگر، یه آدم دیگری این رو نسخه برداری کرده. geçen bir yerde حکیم حاذق bulunmasa bu muhtasar ile amel eyleyeler hakkı teala sıhhat ebedi müyesser dila inşallah teala والله اعلم. حالا این والله رو هم یه قرمز روش کشیده، نمیدونم خط زده یا نمیتونه خط زده باشه، فقط خواسته بگه که این مهمه، الله خیلی مهمه. فکر میکنم به اون علت این رو رنگ آمیزی کرده مثلا روشو، چون که و اعلم نمیشه، والله اعلم یعنی خداوند داناترین هاست. فهرست ابواب اول که باش و دماغ و شقیقه ağrısında. باش دماغ یعنی این مغزی که داخل این هست، این کاسه باش کلن اینه، ما در ترکی باش به اینجا میگیم، ولی در اینجا در پزشکی ظاهرا باش به این قسمت میگن، به این قسمت کاسه، این کاسه. دماغ به اون مغز، اون پیه‌ای که داخل این هست به عنوان مغز میشناسیم. beyin در ترکی beyin، اون beyin رو میگه دماغ. و چی بود؟ شقیقه اینجاها ağrısına، şaqiqə ağrısına mütəalliq olan əmrazun dəvaləri bəyanındadır. İkinci bab در مورد چیه؟ göz ağrısının. حالا از اینجا اومد پایین‌تر. göz ağrısının، این چشمها، gözler، göz ağrısına mütəalliq olan əmrazun dəvası bəyanındadır. göz ağrımak و ağ düşmek، درد، چشم درد و اینکه سفیدی بیفته داخل چشم. کیبی امراضی مثل اینها که چشم درد داشته باشه و اینها. من هم در این هفته گذشته به این بیماری، به یکی از اینها مبتلا بودم متاسفانه. البته از اینجا به بالا تقریبا وضعیتش خیلی بد بود. üçüncü باب سوم گولاق ağrısına که منم مبتلا بودم، اینها انگار برای من نوشته شده بوده، اگه میدونستم حتما بهش مراجعه میکردم. گولاق ağrısına müteallik olan emrazun davası beyanındadır. Gulak ağrımak ve sağır olmak. Sağır olmak yani kar şudan. Sağır احتمالاً sağır sözü ما این رو به کار میبریم ولی احتمالاً از عربی اومده باشه، احتمالاً از اصغر و صغیر و اینها باشه. صغر ما به چر میگیم صغر، میگفتیم، الان دیگه نمیگیم، متاسفانه میگیم چار. فقط چار، کلمه چار رو به کار میبریم که چار خودش چند تا معنی داره. البته صغر به گاو نر هم گفته میشه، فکر میکنم گاو نر جوان، خیلی جوان، هنوز گاو نشده. دیگه چی؟
فکر کنم یه پرنده داریم که اسمش سغرچین هستش، صغیرم که به بچه میگیم. اینها بعضیش از عربی اومده، بعضیش هم که مال ماست و نمیدونم شاید هم این صاغر یا صغر اصلا ربطی به عربی نداشته باشه، نمیدونم، یعنی ممکنه از اونجا نیومده باشه. این یک کلمه که خود ترک‌ها ساختن با معانی مختلف متفاوت. در dördüncü باب برونه، حالا اومد به چشمها، بعد به قلاق، حالا نوبت برون هستش. dördüncü باب برونه و gökze و aksiye و untaslağa متعلق olan. حالا اینجا رو دیگه برونه و گنزه و اکسیه و صدقه یا sağlığa müteallik olan emrazın devaları beyanındadır. Burun temremek gibi. حالا اینجا یک کلمه‌ای نوشته که من شاید اینها به علت اینکه خیلی به هم نزدیک نوشته شده نمیتونم بخونم. gökze نمیدونم، برونه، gökze، aksiye، untasağlığa. حالا اینا رو نمیتونم بفهمم. ساغلق رو میدونم چیه، ولی این اون که به اون پیوسته نمیدونم یعنی چی. حالا به هر حال دواları beyanındadır. برون تمرمک gibi. مثل تمرمک فکر می‌کنم ترماخ ما الان میگیم، فکر می‌کنم به اون میگه. حالا ممکنه که تمرمخ یه معنی دیگری داشته باشه، با ته دسته دارم نوشته، مثل دمرمخ مثلا. حالا 5. باب، حالا این باب 4 رو میرم پیدا میکنم ببینم اینجا این چیزایی که نوشته بوده چی bode. 5. باب diş ağrısına müteallik olan emrazın devası beyanındadır. Diş ağrımak ve gerermek gibi. gerermek یعنی سیاه شدن. ما الان در فارسی میگن کرم خوردگی. gerermek gibi. 6. باب eng ve yüz ağrısına müteallik olan emrazın eng اینهاست، این قسمت و این قسمت، به خصوص این انگه، چونه. انگ و yüz ağrısına اینجا هم که صورته. yüz ağrısına müteallik olan emrazın devası beyanındadır. Yüzde çıktıysız olmak gibi. این در چی؟ این çıktıysız چی هستش نمیدونم. مثلا çıktıysız olmak gibi. اینجا مثلا حالا یه چیزایی اینجا در میاد، احتمالاً نمیدونم حالا چیه جوانی میگفتن اینا، ممکنه یه چیزایی مثل اون باشه، نمیدونم این چیه. çıktıysız یا ses. 7. باب ağız ve dil ağrısına. حالا این دهان و زبان müteallik olan emrazın devaları beyanındadır. ağız ağrımak و dil şişmek gibi. مثل اون که دهان درد بکنه یا زبان ورم داشته باشه. 8. باب چانه و بغض. حالا اینجا دوباره اومد اینجا چانه، پس اون بالایی در چی بود؟ انگ. حالا نمیدونم، من معاملام به اینجا میریم انگ. vururam engin sınar ya enge çıkıptı falan, اینجوری engi düşüptü، یعنی خیلی پر حرفی میکنه. این چی بود؟ حالا اینجا دوباره گفته که چنه و بغاز و تاماق. احتمالاً چنه، بغاز و تاماق. تاماق هم این قسمت بالایی همان داماغ میگیم ما الان. ششمک gibi. 9. باب beyin ve vakse ağrısına. حالا
بویون، اینو هم بیون بخونم، بویون این اینجا و اکسه آغرسینه متعلقون. این اکسه چی هستش؟ اکسه انسه، اینو باید نون بخونیم. اون بالا هم احتمالا همین رو باید انسه، اون بالا هم من اینو گنزه و انسیه و اون تا ساغلقه. حالا این انسه رو تونستیم حالا بفهمیم که پس بویون و انسه این پشت گردن. ağrısına mütəlliq olan əmrazın dəvaları bəyanındadır. Vallahu ələm. 10-cu bab göks ağrısına köks incaha mütəlliq olan əmrazın dəvası bəyanındadır. Ancıqraq və erik olmaq gibi. حالا اینا بیماری هایی هستند که من اصلا نمیدونم. یکی از علت که نمیتونم بخونم برای اینکه من با در زبان ترکی با اسامی بدن، بیماری ها و اینها آشنایی ندارم. متاسفانه اجازه ندادن که ما در زبان خودمون به اینها آشنا بشیم. اون birinci باب چی هستش؟ زیگ و نفس، اینکه نفس کم میاد، خیلی نفس نمیتونه، کوتاه، نفسهای خیلی کوچیک. و uyurken zeyg nefes ve uyurken ve ciger ve bunların zahmetine müteallik emrazın devaları beyanındadır. حالا اینجا هم دوباره من یه چیز uyurken میخونم، نمیدونم یعنی چی، یا uyunan زیگ nefs و uyunan ve ciger و bunların devaları. حالا جگر هم جیر، اینجا میتونیم جیر بخونیم یا جگر بخونیم. متعلق امرازون devaları beyanındadır. 12. باب سده و معده ağrısına متعلق. حالا این سده چی هستش؟ یا سده البته تشدید داره ولی نمیدونم این تشدید اول روی حرف اول بدون حرف قبلی چطوری تشدید میذاره نمیدونم. احتمالا سده باید بخونیم. سده ve mide ağrısına müteallik olan emrazın devaları beyanındadır. Gönül denmek gibi. Gögül ya gögül denmek gibi. حالا اینم یه بیماری هستش که نمیدونم. 13. باب yürek ağrısına، اینم قلبه، yürek به قلب میگیم. yürek ağrısına müteallik olan emrazın devası beyanındadır. خفگان و عقل زایل olmak kimi. حالا در گذشته فکر می‌کردن که اینکه آلزایمر میگیره انسان عقلش زایل میشه، این مربوط به قلبه. قلب مرکز تمامی احساسات بود دیگه. حالا این از اونجا. 14. باب باغرومی و زوات الجنبه متعلق olan. باغرومی، باغر فکر کنم این یه حالت روانیه، این درون سینه، این که مثلا خیلی وقتا احساس تنگ دلی میکنیم اینا، یا دلمون در قفسه سینمون جا نمیگیره، فکر کنم باغروم به اون میگن. باغرومی و ذات الجنبه فکر کنم همین ذات الجنبه هم این باغر به عربیشه. متعلق olan امرازون devaları beyanındadır. 15. باب یارگان و انسکی و دماغیه و سرلیه متعلق olan امرازون devaları beyan. حالا اینجا هم دیگه یرگان و احتمالا اکثر یا انسه و دماغیه و ترلیه. حالا این مثل سه ثریا نوشته میشه، ثرلیه یا ترلیه. حالا اینو نمیدونم چیه که مراز در مورد ایناست. 16. باب استسقانون انواع متعلق olan امرازون دواسه بیاننده. حالا استسقا هم چی هستش؟ آدم باید بره تو همین فصل 16 بتونه اینو پیدا بکنه و
بفهمی که چی هست. 17. باب طلاق آغرسینه. حالا این طلاق طلاق، ما الان در زبان امروزمون دیگه طلاق نمیگیم. این گفتم قبلا که د در زبان عربی و ترکی به ت تبدیل میشه، ت دسته‌دار. این لذا برای اینکه این رو بین د و ت باشه با ت دسته‌دار می نویسن، اون کلماتی که خیلی تبدیل میشه به هم. این رو مثلا اینجا طلاق نوشته ولی همون طلاق، ما امروزه طلاق میگیم. طلاق آغرسینه متعلقونان امرازون دواسه بیانون در. حالا طلاق چی هستش اینو دیگه به فارسی هم نمیدونم چی هست. 18. باب گلونج و گبز المغلقن. گبز المغلقن، گلونج. حالا گلونج کی هست خودش من اینو دیگه نمیدونم. و قبض قبض یعنی انسان مثلا یه جوری جمع میشه یا خم میشه. المغلقن مرزلرونun davaları beyanındadır. 19. بام نگاه کنید دوباره این 9 رو 9 ننوشته. 9 یعنی با ت دسته‌دار که د به ت و ت به د تبدیل میشه، این رو نوشته. آدمın içinde canavardır. Durması. Canavar durması مرزلرون davaları beyanındadır. حالا اینم در داخل انسان حیواناتی زندگی میکنن، چه بخوایم چه نخوایم. حالا امروزه در زبان عربی انگل گفته میشه، یا این در زبان لاتین انگل گفته میشه و این به فارسی هم اومده میگن انگل. در Türkçe yerde kurt var karnında. حالا این کورت اینجا جانور میگه، یعنی حیوان که جان داره. جانور durması مرزلرون da. 20. باب برلنمک و تتار گرده. حالا اینم یک نوع برلنمک، نمیدونم مثل حالت خاله که پوست مثلا یه رنگ سفیدتری میگیره، فکر میکنم برلنمک ظاهرا مثلا چشم اینجوری باز میکنیم برلمکه. احتمالا برلنمک هم از اون میاد، یعنی بدن مثلا یه قسمتی از بدن یه افرادی من دیدم که یهو رنگش خیلی سفیدتر میشه، انگار مثلا سوخته باشه ولی سوختنی نیست، رنگش اینجوری شده. و تاتار گردی. حالا تاتار رو قبلا با 2 تا ت دسته‌دار نوشته بوده، تا دسته‌دار و تاتار دوم دسته‌دار. بعد روش یکی خط زده یا خود همین نویسنده خط زده با ت نقطه دار تتر نوشته، تتار نوشته. و کبن düşman، کبک düşmek. حالا این و کبک düşmek و ağrı basmak مرزلرون davaları. حالا این کبک düşmek یا کبن düşmek یعنی چی باشه نمیدونم. ağrı basmak یعنی باسماق که میدونیم یعنی فشار آوردن، اینم ağrı basmak یا ağrı basmak مرزلرون davaları beyanındadır. 21. باب iç ağrısına müteallik olan امراضون دواسه بیانده. این هم به دردهایی که درونیه به اونها میپردازه. iç یعنی درون. 22. باب cemaide و بکرکده یا بندکده و گاروگده و سدün yolu tutulmak و gan eşemek ve silsil bol ve silsil bol ve ölmağın silsil bol ölmağın مرزلرونun دواسه بیانındadır. حالا اینجا یه واو گذاشته که احتمال میده مثلا نباید خونده بشه. حالا اینجا هم میاد میگه که در مورد رابطه زناشویی جماعیده و بکرگده. حالا این بنرکده نمیدونم بنر چی هست، یعنی این چی هست نمیدونم. و گاوگده احتمالا در جنگ و جدال گاوگا احتمالا این باشه. و سدون یولی. این سدون یولی چی هستش؟ توتولمخ. احتمالا این سدون چی هست نمیدونم راستشو بخواید، احتمال میدم که راه بول باشه. یولی توتولمخ. این توتولمخ را هم
ت اول رو با دست دار نوشته توتولمخ چی میگه، مثل دو مثلا توتولمخ، ما هم توتولمخ میگیم، حالا احتمالاً در جاهایی با د گفته میشه. و گان ایشمک خونریزی، وقتی ادرار میکنه خون بیاد. و سلسل بول اولمغون مرض. حالا این سلسل بول میدونیم که باز این توالت رفتن سخت دیگه، نه اون آبکی اون یکی. حالا این سلسل چی هستش نمیدونم. اولمغ مرضlerin dəvaları bəyanındadır. 23 باب. حالا اینجا ناقص افتاده، این چی بوده؟ باید میشد 24. bab. Okey. 23 bab. Qasıq və xayə zəhmətinə mütəlliq olan əmrazın dəvaları bəyanıdır. فکر میکنم قاسق به آلت زنانه گفته میشه یا کلا اطراف اون رو به بالا، رو به طرف ناف تا کمر. فکر میکنم قاسق، من نمیدونم مطمئنا، ولی فکر میکنم به قسمت های آلت زنانه خانم ها قاسق گفته میشه و به مردها خایه گفته میشه. حالا خایر هم که میدونن همه اینا. حالا اینا زحمتینه، یعنی اینها یه مشقاتی براشون بیاد، یه اتفاقاتی براشون بیاد که برای اونها 24 باب مقعد چغنه و بواسر و نواسر زحمتینه متعلقونان امرازون دوالره. حالا در چیز 24 میپردازه، باب 24 میپردازه به مقعد، خروجی عقبی، چغنه. حالا این چغنه چی هسته؟ چغنه اون هستش بواسیر رو که میدونیم چی هست، و نواسر. این بواسر و نواسر، این نواسر چی هستش نمیدونم. زحمت متعلقان امرازون دوالاره به 25 باب اورت مرز، اورت سرپلنمسی و اغلان ایلمسی و ایلممسی و رحیم رنجی و حیز بورسی مرزلری بیانونده. حالا اینجا میاد در رابطه با عورت سرپلنمسی، نمیدونم یعنی سرپلنمسی یعنی چی، و اغلان ایلمسی یا ایلمسی، اینم نمیدونم یعنی چی. حالا ایلمسی یعنی خم شدنش که نمیدونم یعنی چی میشه، و ایلممسی و رحیم رنجی. حالا رحم که میدونیم چی رحم، و رحیم رنجی و حیز بورسی مرزلری. حالا این بورسی هم چی هست بازم نمیدونم چی هست. 26 باب بدن sıtlığı ve kıl bitmesinde beden sıtlığı. این sıtlık چی هستش نمیدونم. و قل bitmesinde، قل به مو میگن، مویی که در بدن رشد بکنه به اون میگن قل، به خصوص در قسمت های پایین بدن، اندام های خصوصی بدن اگه رشد بکنه بهش میگن قل. و oğlancıkları içi zorunda ve yürek geçeceği مرزlerin davası beyanındadır. حالا این هم oğlancıklar یعنی پسر بچه های که درونشون یه اتفاقایی بیفته، نمیدونم حالا چه اتفاقی، و یورک geçeceği. حالا میگن که yüreği geçti یعنی از حال رفت، غش میکنه. غش نه ها، این یه حال ضعفی و مثل بیهوشی مثلا میفته و yürek geçti. او در مورد اونهاست. 27 bab bəgilər zəhməti və غصه zail olması və susalıq qınması مرزlerin davası beyanı. اینم دوباره بکرلر زحمتی. حالا این بکرلر یعنی چی میشه؟ بکرلر زحمتی و غصه زایل olması، چطوری غصه از بین بره. و susalmak یعنی احتمالاً
qınaması, susalmaq, qınması. این حالا susalmaq, susmaq به معنی susmaq باشه یا susalıq qınması. حالا اینم یه نوع بیماری احتمالا نمیدونم یعنی چی. در مورد این هاست. 28. bab ərqə və bel və sığri və düz zəhmətinin mərəzlərinin dəvaləri bəyanındadır. 29. bab ərəqun nisa və yan başı və negris və vəcə' məfasil və dərnəq ağrınməsi مرزلرون بیانونه. حالا اینا همش بیماری ها هستش که من اصلا اسمش هم مثلا نشنیدم. 30. bab بدن سمرمسی و ارمک دیرülmek و taban ağrımak. Taban همون دبان، اینو فهمیدم. مرزلرونun دواları بیانındadır. حالا اینا دیگه 30. bab 31. bab istimələrin ənvai və ağrı, xəstəlik və dərilmək mərəzlərin dəvaları bəyanındadır. 32. bab cüzam və bəhəq və bərəs mərəzlərinin dəvaları bəyanındadır. 33. bab sekil və cicik قاشنماخ، یه چیزی که از درون نیاز داره، حس میکنی که میخاره ولی نمیتونی بخاری. مثلا میگم حالا مثلا یه جای شکسته اونو گچ گرفتن، حالا اون میخاره شما نمیتونید بخارید، هم به خاطر درد همین که امکانش نیست. مثلا اینجوری. 34. bab اینجا یه چیزی نوشته که یه چند تا چیز نوشته که روش خط کشیده. گرد تمرکü و çiçek و qızmaq مرزlərinin dəvaları bəyanındadır. حالا اینم دیگه چیچک رو میدونم چی است، اما این گرد بوده، مرد بوده، چی بوده این رو هم نمیدونم چی هست چون روش خط کشیده. قızmaq رو میشه فهمید اینجا چون که درست خط زده، ولی قızmaq این مقش بدون این قز معنی نداره. مرزلرونun dəvaları bəyanında. 35. bab cəmrə və yəmlə və daxiz və başbart və sülcələr və qəbirciklər zəhmətlərinin dəvaları bəyanıdır. حالا این qəbirciklər هم چی هستش دیگه؟ احتمالا قابرگا که البته این قابرگا نیست، قابرcık qabarcıklar, cıkkılı qabarcıklar. 36. bab baş gələndə və anlə və sərətan adlı çibanlar zəhmətlərinin dəvaları. حالا اینم در مورد یه چیزایی مثل سرطان و شبیه اونها، یه چیزایی که باش کلنده یعنی چی نمیدونم. 37. bab خنافده یا خنافده و تازه و اصلی جراحده و سکیزler cerahatinde. حالا این vaskiler احتمالا vaskiler cerahatinde ve damarın çıkarması zəhmətlərinin dəvələri bəyanındadır. این هم در مورد damarın یعنی همون دامار. 38. خیلی این زیاد شد. من اعضاسینه باب اعضا sınması ve çıkması ve bir برتینməsi ve احتمالا پرتینməsi. Çıxması, اعضا sınması, çıkması، پرتینməsi یا برتینمه yazıbdı ama ما میگیم پرتینməsi و bağırsaq və bəlğəm və səfra və soda mərəzlərinin dəvaləri bəyanındadır. 39. bab
او دواس او davası suvası yağ göynərməsinin zəhmətlərinin dəvaləri bəyanındadır. Hala اینم که o davası suvası ehtimalen od ve issi su ve issi yağ ve issi yağ. Ehtimalen اینجوری od ve issi su ve issi yağ göynərməsinin. Aha. اون اگه آب جوش بریزه رو دستتون یا آتیش بریزه رو دستتون یا روغن داغ بریزه رو مثلا دستتون، این یه نوع درد داره دیگه. میگه که göynərmə، اینجا دیگه نمیگه سوختگی، میگه göynərməsinin zəhmətləri davası bəyanındadır. 40. bab. این ادامه داره، مثل این که من هنوز دارم این 4 5 صفحه است دارم میخونم. قد قدوس talamak ve ağlu nesneymek ve açmak ve yılan ve akrep sokmasında ve haşerat kaçırmasında. این هم در مورد قدوس talamak dağılmak هستش احتمالاً. اگر هار قدوس هار میشه دیگه به فارسی کنم. تالمخی اگر این بیاد یه چیز قدوسی انسان رو گاز بگیره مثلا. و آغلو نسنیمک، حالا این آغلو نسنیمک یعنی چی نمیدونم. و آچمک، حالا آغلو این چی هست نمیدونم. نسنیمک یه چیزی بخوره. içmek بنوشه. یلان و عقرب سوکمه، حالا عقرب و اعلان مار اگر بگزند. و حشرات گاچورمسینه، حالا گاچورمسینده یعنی حالا احتمالا خورده باشه حشرت رو یا بره تو بدنش، حالا خوابیده مثلا این رفته از دهنش از بینیش اینا رفته داخل. 41. باب داء الفیل و ذات اللحیه که döngülü gövde söylemektir ve اعضا sinirmek دواları بیانındadır. حالا اینم چی هست دیگه؟ داء الفیل و ذات اللحیه و اینها دیگه خیلی عربی تر شد. اصلا ترکی رو که نمیفهمیم حالا عربی رو اصلا. 42. bab saç ve سگل و کبریک dökülmesi مرض. حالا ساچ موی سر، سقل موی ریش، کرپیک اینها اگه اینها بریزه برای اینها داروهایی هستش. دökülmesi یعنی اینا بریزن، ریزش مو. سلام علیکم. علیکم سلام. 43. باب 43. ال و عیق و yüz و تداق yaralma. حالا دوباره اینو خط زده دوباره نوشته. yaralması ve aşıkın eşki zail olması beyanındadır. حالا اگر لب و لوچه و اینها ال عیق و yüz دسته ها و پاها و صورت و همچنین لبها اینا زخم بشن. حالا علاوه بر این عاشق چطوری عشق یا عاشق از بین بره در مورد این هاست. 44. bab kan tökülmesi ve köynemek davası ve isti çekmek ve iç yatmak zahmetinin davaları beyan. حالا اینم گان تگرمسی یعنی چی نمیدونم. گان رو میدونیم خون هستش و جوینمک میدونیم که یعنی میسوزه، سوختن به فارسی دیگه، حالا معنی نداره در فارسی جوینمک. و ایسی چکمک، حالا
تب، احتمالا این منظورش تب باشه. و ایچ یاتمق، نمیدونم خواب درونی یعنی چی نمیدونم. زحمتونun دواları. حالا 45. باب اعصا sümük ve su çekmek. اعضا sümük احتمالاً اعصا sövmek ve su çekmek, keçmek ve içte saklak olmak, sokluk yani çi ve içte saklık olmak zahmetlerinin devaları beyanındadır. 46. bab قتلچه و طاعون رنجنده و göyneder ve gene qəbərciklər zəhmətlərinin dəvaları beyanındadır. 47. bab çibanlı zəhmətlərinin dəvaları. حالا اینم در مورد چیبان هستش. بالاخره تمام شد. beyanındadır. Gerek təbəkdə ve ancakda ve gövdede her nerede ise حالا چی در مورد تابان هستش، تپقده نمیدونیم تپق یعنی کجای بدن هست، گوده یعنی پشت سینه این قسمت در هر yerde olsa. 48. باب تمام این آخرین باب فکر میکنم. فالز و لگوه و زشت و تشنج و گوده ölçmek زحمتleri. حالا اینا هم دوباره همامش اصطلاحات تخصصی علمی هستش که من هیچ چیزی ندارم. حتی احتمال میدم که چون صداگذاری نشده و علائم صدا روی اینها نیومده در نتیجه ممکنه کلا غلط خونده باشم. تمامی این اسامی رو ممکنه همه رو غلط خونده باشم چون نخوندم، آشنا نیستم با این علم و با این تخصص. این کتابی که صدها سال پیش نوشته شده. حالا از این کتاب رو اگر از طریق همین اسم کسی که این رو وقت کرده اگه بخوایم تاریخش رو به دست بیاریم، حالا تلاش میکنیم تاریخ اون رو در بیاریم، این آدم رو به راحتی میشه فهمید. حاجی عبدالقادر المعروف به خواجه خب بذارید اینو من گوگل بکنم ببینیم این کتاب عمرش چند سال پیش هستش. بهتر همین که بفهمیم که این ترکی اگر اون ترکی نیستش که من میخونم، اون ترکی نیستش که ایشون نوشته. حاجی سید چی گفتش؟ عبدالقادر کمانکش اسکداری. حالا بذار ببینم درست نوشتم. حالا احتمالاً عبدالقادر المعروف به خواجه کمانکش اسکداری. خواجه حاج سید عبدالقادر خواجه کمانکش اسکداری. چی شد؟ کجا رفت؟ اینجا. ببینید این خودش در چه تاریخی چیز شده اینجا. بذار ببینیم این چی میگه. این داره دانلود میکنه. یه مقاله در مورد این آدم دانلود کرد. بانک جامع فهرست الفبای نسخه خطی جهان جلد 31 در مورد این آدم صحبت میکنه. احتمالاً چی شد پس؟ حالا این که دانلود کرد بذار ببینیم اینجا چی میگه. آینه پژوهشی کتابی هستش که احتمالاً 2 ماهنامه نقد کتابشناسی و اطلاع رسانی در حوزه فرهنگ اسلامی سال 34 شماره 5 آذر و دی ماه 1402. این کتاب در اونجا در این مقاله یه چیزی در این باره اومده باشه.
بذارید ببینیم این در مورد این آدم، این انسان شریف تو چه چیزی در اینجا نوشته. کمانکش. مجله چیزی نیستش که بشه پیدا کرد. بذارید اینجا بنویسیم که جالبه هیچ چیزی در مورد این نمیاره الان. خب اینو باید ترکی بنویسیم، پس بذارید اینجا بنویسیم که حاجی سید عبدالقادر خواجه کمانکش اسکندری. بذار ببینیم اینو میتونیم حالا Üsküdar Hacı Selim İnne Abdülkadir Makı Kemankeş Üsküdari Hacı Seyit Abdülkadir Makı. من اینجا اینو کمانکش، این کمانکش عبدالقادر خواجه رو خواجه یا خاله اینجوری بنویسیم ببینیم چی میشه. خواجه رو نمینویسه چون در اونجا خ ندارن. کمانکش بذار ببینیم حالا اینجا چی داره. Üsküdar Hacı Selim نه این نه. نه این درسته که اثرهاش اونجاست ولی این نیست. محمد امین نه اینم نیست. حالا نمیدونم، من یه بار قبل اینو پیدا کرده بودم، حالا دوباره اینو میگردم پیداش میکنم این رو که اطلاعات مربوط به این کتاب رو، حداقل 400 سال پیش بوده، این که دیگه برای من مسلمه. حالا اینجا ما رسیدیم به باب اول که باب دیگه حالا به بیماری ها میپردازه. خیلی از باب ها رو متوجه نشدیم چی هست، ولی اگر بتونیم باب 4 این رو پیدا بکنیم، ikinci باب، اگه بتونیم اینها رو پیدا بکنیم، 3. باب و 4. باب. برونه و گنگزه و انسیه و اونتو sağlığa müteallik əmrazın dəvaları bəyanındadır. Burun turmaq və içində qurd olmaq, içində qurd olmaq və yaş və quru olmaq gibi منافع. حالا اینجا هم چیزی در این مورد که اینها چی هست نگفت. حالا یه ذره بخونه به منافع. Isırğan dekini yaprağın, ısırğan degeni yaprağın doksalar burnu turmeren adamın qanı ilə
alnine yazsalar ganın döker fil hal. İt budur. Ayet budur. Ayettir. In it nistdir. Lekullin neba'in mustaqarrin ve sawfe ta'lemun. Menafe eğer burni temrün adamın ganın bir ogaler حالا دیگه اینا رو دیگه ولش بکنیم دیگه میره به چیزهایی که من میخواستم فقط ببینم اون چی هست. حالا فکر میکنم که حدود 1 ساعت و دقیقاً 30 ثانیه این گذشته. من میرم یه صفحه 50 PDF یه صفحه رو بخونیم و بریم صفحه آخرش هم یه صفحه بخونیم ببینیم که فقط ترکیشو میخوایم ببینیم دیگه. خب این صفحه 50 هستش. منافع گره فیلفیلی زفته قاطب خنازیره یاقی ایله خنزیر. خنازیره یعنی خنزیرها. فکر کنم ما بین خوک و خنزیر تفاوت قائل نیستیم در ایران. در فرهنگ فارسی بین خوک و خنزیر فکر کنم یکی از اینها وحشیه یکی اهلیه. این چیزی که حرامه نمیدونم اون وحشی هستش یا این اهلیه، نمیدونم کدومه. خنازیر یاقی ederlerse fayda eder به اذن الله تعالی. Xavas Kur'an eğer bir kişinin merezi olsa Fatiha suresini okuya ol kendini zahmet üzerine öre veya khud yaze dili endamine bir kez ve ol موضعه ki zahmet verir 3 kez ana süre. حالا یه چیزی بسازه، یه دارویی بسازن و این رو روش آیه قرآن سوره فاتحه رو بخونن 3 بار و بعد بمالن روی این بیماری. این یه اعتقاد بوده در میان مسلمانان که هر چیز به اسم خدا و به یاد الله باید باشه، حتی آب خوردن و غذا خوردن. اینها رو هم دارو رو هم همینطور میگفتن دیگه. حالا این که مثلا دارو رو برای اون بخونید آیا تأثیری رو دارو داره یا نه والله اعلم. بعضیا میگن که انرژی در انرژی های دیگر تأثیر میذاره. من نمیدونم که آیا یه چنین چیزی ممکنه امکان داشته باشه یا نه. یعنی آیا صدای ما با اون مواد، حالا صدای قرآن که میخونیم یا صدای هر چیزی که باشه، آیا با اون موادی که میخوایم روی زخم و بیماری بذاریم ترکیب میشه، تأثیرات شیمیایی داره یا نه؟ من هیچی نمیدونم. اللهم عافی و انت معافی و بخورتن درست اوله الله فضلیله جل و علا مادامه کی اجل gelmemiş اوله gelmiş احتمالا اوله نمیدونم. حالا دیگه اینجا رو هم یه مقدار خوندیم. بریم صفحه آخر رو، اون قسمتی که کتاب تموم میشد یه کتاب دیگه شروع میشد. صفحه 66 بود، چند بود؟ اینجا هم یه چیزی بود که خیلی جالب بود برام. و یا چناغه مشکله و زعفران ایله مشکله و زعفران لیازوب قاطی خسته atürseler şefa bile مگر kim ecel gelmiş ola. Bu rivayet Burhanuddin Farabi'den menquludur rahmetullah aleyh. ol mübarek mühr budur. یه مهری میگه بسازید و برای حالا روی اون چیز بزنید. این هم یه حالتی داره که نمیدونم چی باید خوند. جالب بود ولی این مهر بوده. پس اینو دیده بودم میخواستم که ببینم. حالا آخرین صفحه رو بخونیم ببینیم اینجا چی میشه. آخراشو سکته و مفلوج ربخن götürür منافع اگر سگرن سنر یا segerlüce yaprağı
حالا müterciminle bişirip yeyseler mefluc olan kişiye faide eder. Menafi dar filfil sok ağızlara ve teşennüce azim menfaati vardır. Havas Kur'an-ı Kerim eder her kim Fatiha suresin bir berdeğe yazsa halis bulsan yağıyla. Bulsan nemidirəm çiğ. Halis bulsan yağıyla yüse ve 70 kez bu sure üzerine okusa ol yağa ürese fut bokune hacet vaktinde liguvveti falic olan kişi ol yağıdan dürtse sıhhat bula sure el-zilzele hakim eder. Bu sure eğer demkezkiye cela verip zaferan ile yazsalar liguvveti si olani bir kuvaya goyalar ol kezkiye güzgiye ihtimalen نظر ede ol zahmet zahil ola biiznillah teala. اینجا تموم شد. من فکر کردم تاریخ نوشته باشه، اینجا چیزی ننوشته. بریم صفحه آخر این بخش دوم که ببینیم. حالا این بسم اللهی که اینجا نه بسم الله نگفته، همون یه دعا بوده، یه چیزی بوده اونجا نوشته بوده. کتاب اینجا تموم میشه. بذار ببینیم اینجا چیزی نوشته. بروگیه kurşun 18 dirhem siyah biber bir tavaya koyu eridikten sonra 20 dirhem cevai içine yine ateşe koya. Ol vakt bir külce olur gubar edip hamir edecek kadar bal ile hamir edip gruği gümüşüne su ayıp ve bir testiye rühtem edip ağzını tin ile su eyip fırına koyup pişireler. Gayet mereze olur, gaflet olunmaya. Tuzlu belgem için macunudur. Dekiz kenarında beyaz isterine kabuğun ateşte yakıp gelen bal ile macun edip istemal olunه. خب اینجا دیگه من متوجه نشدم چی شد اصلا قضیه. بذار ببینم میتونم نوشته قبلیمون رو بخونیم ببینیم که آها اینجا این رو اگر بتونیم پیدا بکنیم. اینجا ما یک چیز داشتیم اگر اشتباه نکنم، یه AI داشتیم. ببینیم این AI چی میتونه در این مورد بگه به ما. حاسد عبدالقادر خواجه خمانجاش اسجداری در چه سالی میزیسته؟ چه اطلاعی در مورد اما اطلاعاتی عبدالقادر گیلانی اینها میگه هست، ولی حالا خود این کتاب به ترکی نوشته، ما هم به ترکی بنویسیم ببینیم. نه دیگه این چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه. این قسمت رو به هر زبانی بنویسیم تأثیری، چون فارسی ترکی نداره که. نه خب اینو دوباره من برم سراغ گوگل ببینیم گوگل چی میگه.
دوباره این دانلود شد، همون کتاب قبلی هست احتمالاً. من یه بار اینو خونده بودم، ولی آدم یاد بوده بیش از 400 سال پیش بود، اما میخواستم اینو دقیق در بیاریم که در چه سالی میزیسته. متاسفانه نتونستیم پیدا بکنیم. در همین حد هم کافی هستش. من تلاش میکنم حالا بعد از اینکه کتاب رو بستیم که الان میریم ببندیم، این رو تحقیق بکنم ببینم که میتونم پیدا بکنم یا نه. بسیار بسیار الله متعال را سپاسگزار، شاکر و منتگزار هستم که این فرصت رو دوباره به من داد که حالم یه مقدار خوب بشه و بتونم دوباره کتاب بخونم و بر جهلی که بر من مسلط بود، و این جهل هم مهندسی شده و ارنج شده بوده در سیستم جهانی و ایران، یک چراغی روشن بکنم و ازش یه مقدار سوراخ بکنم از این دیوار جهل و مهندسی، بتونم سرم رو بیرون بندازم و جهان ترک رو با اون چیزهایی که داشته ببینم. بسیار متشکرم و روز خوبی رو برای همه دوستانی که امروز یا در روزهای آینده این ویدیو رو احتمالاً خواهد دید آرزو میکنم. موفق باشید.